دیگه. 0 تا 100 با آیدین زباری. برای تو این برنامه بگم افشا کنم یک حجمی از شهرت در اون لحظه داشت اتفاق میافتاد. بوم آم شد. من اینجوری خوش شدم. خدا، کائنات، کار هنر مقدسه. هر کاری بکنی، هر خطایی بکنی، کائنات برمیگرده دهنت رو. آقا توی نونوای معروف شد. فرمت اینستاگرام اینجوریه. درجه شما باید بری سر اصل مطلب. پس دوربین مخفی خرکی نسازین. رک بگم. هر کی اگه دیده کامنت بزن. حالا میری برای چلوندنه. تا جایی که جا داره شما اینو میچلونی و تا دوباره تمام بشه. بله. دوربین مخفیای تاثیرگذار بسازه. خیلی غلط کردی. میگم این گیگ هست، کسی هست اینو بگیره الان تو سرخونه؟ آره عقب نداشت. آقا باشو. نوآوری و خلاقیت. تمام. سلام به بیننده های خوب برنامه 0 تا 100. امیدوارم که از قسمت قبلی برنامه لذت برده باشید. امروز ما مهمونی رو داریم که خیلیامون با دوربین مخفی‌های ترسناک و جالبش لحظه های شاد و مهیجی رو برامون رقم زده. مهمون ما کسی نیست جز آقای آیدین زواری. آقای زواری، خیلی خوشحالم که مهمون برنامه 0 تا 100 هستید. سلام به شما و به تیم بسیار حرفه‌ایتون. امیدوارم که حسابی حالتون خوب باشه. بچه‌ها خسته نباشی میگم به همتون. ممنون. و به دوربین بیننده های عزیزی که همیشه بهشون میگم سلام، من آیدین زواری. این دوربین مخفی نیست، یک مصاحبه است در برنامه 0 تا 100. خیلی عالیه همه چی بچه‌ها. واقعا جاتون خالیه اینجا تو این استودیو. همه چی پر از انرژی، مخصوصا مجری پر از انرژی و قراره که کلی صحبت بکنیم. کلی ناگفته هایی که خیلی دوست دارین من بگم و قراره تو این برنامه بگم افشا کنم. پس بریم سراغ این که ببینیم که از کجا اصلا کارتون رو شروع کردید، چند سال دارید فعالیت میکنید و از سختی های کارتون. من اگه بخوام از سختی بگم یا اینکه از کجا من شروع کردم، اصلا خانم سلامی خیلی داستان داره. شاید این حرفی که دارم بهت میزنم مثلا من یه جا زده باشم و کلا حرفایی که میخوام بزنم خیلی باید شماها تیزهوش باشین و نکاتی که من میخوام بگم و بگیرین. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خیلی ها از این دوستانی که این برنامه رو میبینن به دنبال این هستن چجوری معروف بشن، چجوری واینر بشن، چجوری یوتیوبر بشن. کلا تو این برنامه میخوام جوری حرف بزنم که جواب سوالاشون هم بگم. پس 0 تا 100 کارتون رو میخواین برامون توضیح بدید. دقیقاً. به اسم برنامه 0 تا 100 دیگه. 0 تا 100 با آیدین زواری. حالا اینکه من چجوری شروع کردم خیلی جالبه. میخوام سلام، من کارم ساختمون بود. ساختمون ساز نبودم. کارم نصب ایزوگام بود در شمال کشور. من شمالیم. بله. بعد کار ایزوگام انجام میدادیم، کار در ارتفاع که در تهران خیلی باید دیده باشین، شیشه و برجا رو با طناب میشورن و اینا. ما همونجوری با طناب ایزوگام نصب می‌کردیم. سال چند؟ 5 سال پیش دیگه میشه که تازه اینستاگرام مثلا 4-5 تا واینر معروف داشت، دوربین مخفی نداشتیم. البته استادم آقای قرایی عزیز که شوخی با هنرمندان رو میساخت بود که خب اون شوخی با هنرمندان و فان میساختن. هنوز دوربین مخفی با فرمت من نیومده بود، ترسناک. درسته. من تلویزیون نگاه میکردم اون زمانها. البته قبل از اینکه بخوام تو دوربین مخفی بیام و اینستاگرام، در ویودی من 10 سال قبلش کار هنری میکردم. یعنی در شبکه‌های استانی آیتم های کوچیک بازی میکردم. در داشتم. قالب طنز بود؟ طنز بود. آره، منظور میخوام بگم هنر رو تا حدودی میشناختم ولی نه اونقدری. بعد که کار ایزوگام میکردیم قشنگ یادم همیشه لباس کار میپوشیدم. برنامه آقای رشیدپور رو میدیدم، استادم که باعث شد من تلویزیون برم. آقا رضا، آره آقا رضا رو نگاه میکردم. بعد لباس کار رو که میپوشیدم میگفتم خدا، یعنی تو انقدر بزرگی که بچه کار هنر رو دوست داشتم و همیشه حرف میزدم. میگفتم خدا، یعنی تو انقدر بزرگی که میشه مثلا بندت ازت یه چیزی بخواد بهش بدیم. من از تو بخوام منو با رضا رشیدپور آشنا کنی، من برم تو برنامه‌اش. حالا نمی‌دونم چی جوری قراره برم. درسته. و شماره آقای رشیدپور هم پیدا کرده بودم، البته خودش نمی‌دونه. پیدا کردم، بهش پیام دادم، گفتم که آقا رضا من میتونم بیام کار گزارشگری اینو تو برنامه‌ات انجام بدم. حالا خورشید منو بلاک کرد. واقعا؟ هر داش خب نمیشناخت دیگه. منو بلاک کرد. حالا کار نداریم این کارا.
یه روزی از کار هنر ناامید شده بودم، میخواستم تو تلویزیون برم نمیشد و هی منو مینداختن بیرون. یه روز نشستم با خدا داشتم صحبت میکردم، به خودش قسم، قشنگ یادمه داشتم از ساری میرفتم به گرگان، رو کردم به آسمون، گفتم خدایا من که کار هنر رو تا جایی که تونستم انجام دادم ولی نشد، اصلا هم از تو شاکی نیستم، دست گل درد نکنه، مرسی، روی ماتو میبوسم، دیگه نمیخوام کار هنر انجام بدم، همین کار خودم انجام میدم، تو کار خودم بهم کمک کن موفق باشم، من کار هنر نمیخوام، مرسی ممنونم، خدا نگهدار. به خدا شاهد همینجوری همون 5 سال پیش. آره، چون خیلی ناراحت بودم، هی دست و پنجه نرم میکردم بیام این ور اون ور، نمیشد. با یه نفری هم کار میکردم، آقای که یک طنز پرداز، آقای قارنلی، که اون میدیدم تو فضا مجازی رفته، دیدم چه جالبه، تو اینستاگرام هم میشه کار کرد، ولی خب نمیدونستم چی کار باید بکنم. یه روزی نشسته بودم تو خونه، یعنی تو خونه کوچیکی که داشتیم، خونه کارگری که تو ساری داشتیم که می اومدیم و اونجا مستقر بودیم برای کار، چون خونه اصلیمون گرگان بود. بله. داشتم توی اینستاگرام یه دوربین مخفی رو نگاه می‌کردم که یه کیف پول باز میشد میریخت رو زمین. بله. مردم پولا رو میگه خارجی بودیم. بله، هممون با این دوربین مخفی آشنا هستیم. آفرین. یهو زد به سرم، بعد از اون حرفی که با خدا زدم، اون حرفی که بهش زدم، شد یه هفته بعد یهو چی اومد تو سرم که آقا اینو تو بساز. یعنی چی اومده تو سر من چه به دوربین مخفی؟ هی فراموش میکردم، هی یه ساعت بعد هی فراموش میکردم، 2 ساعت بعد، خدایا این چیه توی ذهن من چرا باید دوربین مخفی بسازم؟ استارت کارتون از اون دوربین مخفی زده شد. آفرین. آقا من اومدم خونه، به مامانم گفتم که مامان من یه دوربین مخفی رو دیدم، میخوام اینو من بسازم. گفت پسر جان بیا برو دنبال کارت، اون کارتو انجام بده، قسط و بدهی داری، بیا برو بابا. گفتم آقا چون خیلی به مامانم زنگ میزدم، گریه میکردم، موقعی که من از صدا سیمای مینداختم بیرون، زنگ میزدم به مامانم، گریه میکردم، آی من اینجوری کردم. مامانم گفت دیگه توبه کن، کار هنر انجام نده. و مامانم گفت بابا توبه کردی تو کار هنر انجام نده؟ گفتم آقا من دوباره توبه میشکنم، دوباره توبه میکنم، خدا بزرگه، این اومده تو ذهن من، بذار من این دوربین مخفی رو بسازم. آقا ما رفتیم پول جور کردیم، موترابل اینا 10 تا ترابل اینا اوکی کردیم، پایینش هم از این پولای کپی گذاشتیم توی کیف، با مامانم تا صبح اینا رو قیچی کردیم، پولا رو درست کردیم و صبح با دوستم علی میرزایی و مجید مرادیان، دوستان عزیزم، رفتیم فیلم برداری. این ویدیو رو با یه موبایل ساختیم و یه جوری تست کردید. آره تست کردیم و فقط برای خودمونا. آره. علی میرزایی دوستم هم که الان باهامونه، بچه تیم تدوین زد، من اینو فرستادم برای یک آقای، گفتم داداش اینو من ساختم، ببین چه جوری، یه صدا برداری بود. این گفت فایدی من این ویدیو رو فرستادم برای 2 تا از دوستام، چقدر حال کردن. گفتم فلان، دمت گرم، و دیگه تموم شد. 2 روز بعد من سر کار بودم، 7 صبح رفتیم، 12 ظهر به خاطر گرما برگشتیم، یهو دیدم خواهرم داره زنگ میزنه، من دستام کثیفو جواب نمیدادم، هی زنگ خدا این چرا زنگ میزنه، من دستم کثیفه، دیدم ولکن نیست، جواب دادم، یهو دیدم با حالت ترس و وحشت که آیدین باورم نمیشه، هر جا میزنم تویی، هشتگیه که دوربین مخفی تو شدی، دوربین مخفی ترکیده، چی میگی؟ نگویم برای 2 نفر فرستاده، اونو گذاشتن تو کانالشون، بام پام شد، ترکید. تمام صحبت هایی که با خدای خودم کردم، احسان علی خانی رو نگاه میکردم، میگفتم خدایا یعنی میشه مثلا آدم احسان علی خانی بهش زنگ بزنه بگه بیا تو ماعسل، یا علی ضیا رو، چیزی پیش اومد؟ الان همین اومد بگم، علی ضیا رو نگاه میکردم، گفتم یعنی میشه علی ضیا با این قد و قامت به من زنگ بزنه، منو دعوت کنه دفترش، بگه بیا برای من برنامه بساز، یا احسان علی خانی. چه اتفاقی افتاد فردا؟ تو فکر کن من با موبایل دوربین مخفی رو ساختم، هیچ چیزی ندارم، من نه دوربین بلدم نه کارگردانی بلدم. فردا که ویدیو به قدری تکثیر پیدا کرد، ساعت 9 شب یه آقایی به من زنگ زد، سلام آقای زواری، شمایی؟ گفتم بله. منم ترسیده بودم، من حجم همچین شهرتی رو نچشیده بودم، هم پیجم تا 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 داشتم جو میرفت بالا، همه زنگ میزدن، من جو خوش شده بودم، باورم نمیشد اتفاقی. کی بود؟ همین رو بهت بگم.
یک حجمی از شهرت در اون لحظه داشت اتفاق میافتاد. همه داشتن منو میدیدن. خواهرم زنگ میزد تو شبکه‌های ماهواره‌ای داره ویدیو رو نشون میدن. اصلا نگم برات. 9 شب یه آقا زنگ زد سلام آقای زباره‌ای، من فلانی هستم، آقای رضا رشیدپور میخوام با شما صحبت بکنم. واو، پس به آرزوتون رسیدید. حالا همینو ما بگیم. رضا رشیدپور زنگ زد آیدین جان خوبی؟ ویدیو دوربین مفید فوق‌العاده بود، میخوام هفته بعد ببینمت. گفتم آقای رشیدپور من رک بگم، من یکی از آرزوهام این بود که اصلا نمیدونم خودتی دروغ یا واقعیت. گفتم من خودمم با اون صدا. در جریان بودن که قبلا شما رو بلاک کردن؟ نه در جریان نبود. ما رفتیم پیش آقای رضا رشیدپور همینجوری، من اینجا نشستم، بله. آقا رضا اومد، من کف کردم اینجوری شدم، باورم نیده بودمش تا حالا دیگه. درسته. و اون آرزوی من برآورده شد. وقتی اومد تو رضا، آقا رضا، من اینجوری خوش شدم. وقتی اومد گفتم من نمیتونم حرف بزنم، بر من آبغند آوردن چون تا حالا همچین چیزی رو نداشتم. آرزوی یک نفر دیگه. شما فکر کن آرزوت اینه که مثلا گنج 1000 میلیاردی پیدا کنی یا یه شبه پیدا کنی، چی میشه؟ هنگ میکنی. درسته. آقا رضا اینجا که گفت خب چقدر دوربین مفید قشنگ بود فدات شم. برای ساعتش هم نگاه کرد، گفت خب تاریخ اینه، امروز شنبه است، چهارشنبه اولین برنامه شما رو میخوام بدیم رو آنتن، تا چهارشنبه برو یه ویدیو بساز بیا. من چند شنبه بود که شنبه گفت برو چهارشنبه. گفتم آنتن شبکه 3 حالا خورشید، برنامه‌ای که من با لباس کار نگاه میکردم. عجیبه دیگه. خیلی. گفتم حالا اونجام نمیخواستم کم بیارم دیگه، خودم کم حفظ کردم. چشم. گفت دوربین داری؟ بله بهترین دوربین رو من دارم. پس اصلا استرس خودتون رو اصلا نشون ندادید. خب دیگه میخواستم از دست ندم دیگه آقا رضا دیگه. گفتم نه من دوربین دارم، تیم دارم، همه چی. خب پولم نداشتم بخوام برم اجاره کنم فلان کنم، هیچ نداشتم. گفتم همه کارو من انجام میدم. آقا من از دفتر رضا اومدم بیرون، با دوستم مجید رفته بودیم، افتادم تو جوب یعنی خدافظی. از استرس شما آره داخل قشنگ خدافظی کردم، قربونت برم من ماچ به کلت. اومدیم بیرون، رفتم کوچه بالا، پام شل شد، قشنگ از بغل اینجوری تپ افتادم تو جوب. نمیتونستم درک کنم و اومدم به همه زنگ زدم، دوستام و اینا. فکر می‌کردید که شاید اصلا خواب باشه. تو فکر تمام رویاهای تو یه شبه. به خدا دیگه میخوام خدا رو حالا بهتون الان میگم که چی شد این اتفاق برا من افتاد، من چه کاری کردم که خدا اینو به من داد، اینو الان میگم. حالا چه کار داری که ساختیم برای آقا رضا. 2 ماه بعد عید شد. ساعت چند رضا رشیدپور چند زنگ زده بود به من؟ 9 شب. 2 ماه بعد 8:45 من جواب ندادم، یه تلفن خط تهران و ساعت 9 خودم زنگ زدم. بازم 9 شب 2 ماه بعد. گفتم بله بفرمایید. گفت سلام جناب، من مدیر برنامه آقای احسان علیخانی هستم. آقای زباره‌ای میخوایم برای عید برنامه آقای احسان علیخانی شما برام دوربین مفید بسازی. آرزوی بعدی من احسان علیخانی بود. اونجا قش کردم. دونه به دونه داشتین به آرزوهاتون میرسید. آره اونجا دیگه افتادم، یعنی نتونستم چون درجا یادم میومد. افتادم. یکی از دوستام تلفن رو گرفت، گفت ببخشید من آیدین هول کرده حقیقتش. دوباره تلفن رو گرفتم و صحبت کردم آقا من آرزوام چیزی بود برآورده شده، باورم نمیشد دیگه. اونها هم خندیدن و اومدیم پیش احسان. برای عید احسان ویدیو ساختیم. احسان هم یه قد بلند 2 متر قد داره، اومد دور من خوش شدم. ولی خب اونجا یکم دیگه بیشتر بلد بودم چیکار کنم که بعد دست ندم برنامه رو. 2 ماه بعد فرمول 1 علی ضیا زنگ زد. این بار خود علی زنگ زد به من دیگه، مدیر برنامه زنگ نزد. پس ماه به ماه این 2 ماه به 2 ماه همه محقق شد. حالا چی شد اینا رو من گرفتم و اینو میخوام براتون توضیح بدم. بله. من چون کرم تلویزیون رو داشتم و دوست داشتم که مجری بشم، دوست داشتم آقا آیتم بسازم، مجری نه آیتم بله. بسازم، کار گزارش حالا هرچی. چون تهیه کننده ها رو شناخته بودم، تلفن‌هاشون رو همه رو داشتم، هر آدمی قشنگ یادمه، شد برای جالب باشه. مثلا شما میومدی بهم گفتی آیدین من دوست دارم مجری بشم، شماره تهیه کننده داری؟ حالا تهیه کننده منو نگرفته بود ولی میومدم تلفن رو به شما میدادم، یا میدادم شما فردا
یا هفته بعد تو رفتی تو تلویزیون. میگفتم تو چجوری رفتی؟ گفت همون تلفن به من دادی منو قبول کردن. خودتونم تعجب میکردم. منو نمیگرفتن، هر کسی رو باز ناراحت نمیشدم، هر کسی به من میگفت معرفی میکردم و اینها میرفتن توش تلویزیون مجری میشدن، خدا شاهده. ولی من میموندم. بعد به خدا گفتم خدایا من بالای 10 تا از بنده تو که اومدن سراغ من معرفی کردم، اینا مجری شدن، خب چرا منو نمیذاری من مجری بشم؟ من که آرزوی منه. بعد بنده تو لقمه آماده، من تهیه کننده رو پیدا کردم، بندت اومده پیش من شماره رو دادم، اونا مجری شدن، چجوری من نمیشم؟ دقیقا همون صحبتی که بود با خدا کردم. گفتم آقا منم دیگه نمیخوام، من میدونم قسمت من باشه من میدی، قسمتم نیستت من دیگه. پس که چه اتفاقی؟ آره. ولی از خدا گلایه نکردم. باز خدا شاعر، یعنی قشنگ حرف زدم با خدا. بله. گفتم باز هم بندت بیاد سراغ من باز هم راهنماییش میکنم. شاید قسمت اینه که من پلی باشم برای بندت خدایا، ولی من قسمتم نیست، هیچ ایرادی نداره. ولی چی قسمتم بود؟ اینکه خودم بشم آیدین زغواره‌ای و خدا اینو به من داد بزرگترش، با آدم‌های بزرگ، با آدم‌هایی که بالاخره نتایج کارهای خوبتون که در حق دقیقاً میخوام بگم کردید. همین. آفرین. شما هم یاد بگیرید. تکرو نبودید اصلا به هیچ عنوان. و دست هر کسی رو گرفتم من اینجا، از 100% خیلی ها رو وارد یوتیوب، اینستاگرام، شاید از 100% 50% نامردی کردن به من و همونها فیک شدن. در این راه کائنات بچه‌ها، خدا، کائنات، کار هنر مقدسه، نمیتونی چیز بازی در بیارین. بخواین کسی رو پل قرار بدین، رد بشین ازش، خودتون برین بالا، به والله با مغز میین زمین. من دیدم به امام زمان، به امام حسین، به امام رضا که خوابشون رو دیدم ها. چقدر بحث جذاب شد. بریم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم. داداشی خونه مشکل نداره، اینجا میتونی خود کارش انجام میده. از نظر ما بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. اجازه داریم خونه رو؟ با اجازه شما. یعنی چی؟ امرتون. بذار من بیام تو. بفرمایید. کار دارم یه لحظه. شما. من میخوام ببینم کی بدبختی که شما اومده. مشکل. من اگه همسر روبرویی ام، میخوام این بدبختی که اومده کیه؟ اولا که درست صحبت کن، دوم که فکر نکن یک کلت بزرگه. من میخوام یه چیز به تو بگم. شما خبر مگه نداری تو این خونه چه اتفاقاتی میفته؟ آقای محترم، رطوبت داره، رطوبت خودم درست میکنم. اینجا یه نفر عروس زدن کشتن، هر شب ساعت 12 شب صدا جیغش داره میاد، روش داره میاد. صدای ضبط همسایه بالی. چرا صدای ضبط همسایه بالی؟ آقا این خونه جن داره، برای چی باید بدی اینجا رو برای فامیلاش اینجا رو بگیره حرف درست میکنه. آقا برای فامیل فامیلاش میخواد. من نمیذارم من نمیذارم. درست صحبت کن. نه آقا این برای باجناقش میخواد اینجا رو هر کی بیاد اینجا فراری میده. خودتون ببینید عالیه، بسیار قشنگه. بس امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید، که قطعا نشدید. بریم ادامه برنامه. خب داشتم میگفتم من مهمترین چیز در کار هنر بچه، من البته عذرخواهی میکنم بچه از همتون، چون یه مقدار عرفانی شد صحبت‌های من و خیلی دارم صحبت میکنم، ولی این چیزی که ممنونتم به خاطر اینکه نیازه. خیلی الان دهه 80 یا 90 هم دیگه دارین میاین کم کم، 90 دیگه همه تو گوشی هم دیگه بچه‌ها. اینو میگم که بدونین تو ذهنتون دهه 80 یا آخرای 70 و 89 اینا بچه‌ها اینا رو بدونن. و هنر چیزی نیست که شما کسی رو پل قرار بدی و بخوای ازش رد بشی، بخوای بقیه رو خورد کنی که خودت بری بالا. مقدس ترین چیز به نظر من هنره، چون خدا هیچ وقت بی دلیل نمیاد کاری بکنه که تو دیده بشی، مردم تو رو ببینن، تو الگویی برای مردم، نباید دست از پا خطا کنی. هر کاری بکنی، هر خطایی بکنی، کائنات
برمیگرده دهنت سرویس میکنه. پس قطعاً همینطوره. دقیقاً همین. پس درست انجام بدین و از خدا بخواین بازیگر بشین، هر چیزی که دوست دارین بشین بچه‌ها از خدا بخواین. حتما هم بچه‌ها معروفیت نباید در اینستاگرام باشه، یوتیوب باشه، نمیدونم هنر باشه. شما میتونی یه عکاس معروف باشی، چون اینا رو من میپرسن میگن ما دوست داریم معروف بشیم. میگم خب چی دوست داری؟ نه بازیگر بشیم. آقا مگه بازیگری فقط معروفیت؟ آقا تو یه نونوا معروف شو، تو یه اسنپی معروف شو، تو یه صدا بردار معروف، یه نقاش، تو همه زمینا، تو یه خونه‌دار معروف شو. بزن همین راجع به حرف بزنن. یه پدر معروف، یه مادر معروف مثال. بله. منظورم تو همه چیز آدم میتونه معروف باشه و موفق باشه. دیگه من خیلی حرف زدم. شما سوالاتتون نپرسید. آقای زواری، سوالی که ذهن منو مشغول کرده اینه که وقتی صحبت از دوربین مخفی میشه مخاطب انتظار داره که پشت صحنه هیچ هماهنگی وجود نداشته باشه. خب من متوجه شدم. بگو بقیه سوالتو. آیا این عدم هماهنگی هست یا نیست؟ آره. تمام شد، فهمیدم. خب ببین من یه توضیح بدم. ما دوربین مخفی که میساختیم ببین چند تا چیز هست. یه نوع دوربین مخفی هست که شما فرمت تلویزیون داره، ویدیو تایم یه مقدار بالا، یا یوتیوب تایم بالا، اینستاگرام تایم پایین. فرمت های دوربین مخفی اینجوری است. قبلا که ما می اومدیم یه دوربین مخفی های خطرناکی من می ساختم قبلا، اگه یادتون باشه. بله آشنا هستیم باشون. رفت دیگه. آفرین. من از اونا معروفم، دوربین مخفی ترسناک. اون زمان که من اینا رو می ساختم فتا وجود نداشت. وقتی که من می اومدم دوربین مخفی که می ساختم رعب و وحشت ایجاد می کردم، هیچ نهادی نمی اومد به من بگه آقا اینو بساز نساز. موقعی که من می ساختم اینا رو 2 سال 3 سال بعد فتا اومد به من تذکر داد که آقا اینا رعب و وحشته، با اینکه من مجوز تلویزیون داشتم. بله. شما دیگه نمیتونین دوربین مخفی ها رو بسازی و من دیگه اون دوربین مخفی ها رو نساختم. اوکی، یعنی دوربین مخفی ترسناک. و من 1 سال ممنوع کار بودم، هیچ کسی نمیدونه. چرا؟ ترسناک بودن ویدیوهاتون فقط؟ آفرین. اومدن به من گفتن که شما میتونی بری یوتیوب کار بکنی خنده‌دار، اینستاگرام فعلا مجاز نیست. من یوتیوب اومدم، ببین من 2 نوع دوربین مخفی در ایران مد کردم و معروف شد. یه دوربین مخفی ترسناک، یه دوربین مخفی توی ماشین. بله دقیقاً. توی ماشین که من راننده اسنپ آژانسم و بقیه از من اومدن کپی کردن. درسته دیگه. که هیچ کس هم موفق نبود و الان کسی نیست، همه ول کردن چون به شدت کار سخت. آدم‌های دیگه چون دوربین مخفی رو من وقتی یه دوربین مخفی ساختم باش معروف شدم، بعد استاد من رضا رشیدپور بود، احسان علیخانی بود، علی زیبو، غول‌های برنامه‌سازی. من پیش اینا بزرگ شدم و برنامه‌سازی رو یاد گرفتم. نیاز به هماهنگی نداشتم بخوام چیزی رو هماهنگ بکنم. ولی بچه‌های دهه 80 اینا که اومدن دوربین مخفی تو ماشین می‌ساختن، نمیدونم دختر روسری یا اینجوری، اینا چون بلد نبودن بسازن، هیچ راهی جز هماهنگ کردن وجود بر اونا نداشت. اینا می اومدن دوربین مخفی تو ماشین می‌ساختن و اسم خودشون هم دوربین مخفی ساز می‌ذاشتن، فقط تو ماشین موبایل رو می‌ذاشتن و هماهنگ می‌گرفتن و اون باعث شد که اسم منم بعد در بره و همه میگفتن که ای بابا همش هماهنگه. و این دوربین مخفی تو ماشین من برای یوتیوب میگرفتم. پس یعنی هیچ هماهنگی پشت اجراهای شما وجود نداره؟ هماهنگی وجود داره، حالا بهت میگم الان چه جوری وجود داره. اینا میومدن هماهنگ درست میکردن و خیلی تابلو لو میرفت و کلا اسمش در رفت که آقا دوربین مخفی کلا هماهنگه. و اونها هم چون بلد نبودن آبروی منم رفت. آبرو من. ولی خدا رو 100,000 مرتبه شکر اونا چون انقدر بلد نبودن و تینیجر بودن، انقدر بد می اومدن درست میکردن. به نفع شما شد. به نفع من شد. حرفای بد میزدن، همشونو گرفتن. همه رو گرفتی؟ بله. و باز الان من موندم که من پروانه ساخت دارم، همه چی گرفتم. ما چیکار میکردیم؟ من هیچ وقت فکر نمی‌کردم دوربین مخفی یوتیوبم تو اینستاگرام پخش بشه، انقدر مورد توجه قرار بگیره و اونام پخش شد. ببین وقتی چیزی پخش میشه بی دلیل که پخش نمیشه، که وقتی هماهنگ بخواد باشه پخش نمیشه یه چیزی. بله. ما می‌بینیم چیکار می‌کنیم. مثلا من به شما میگفتم تو فامیلت کسی رو داری منو نشناسه،
توی فضا مجازی نباشه. میگفتی که مثلا آره خواهر من اصلا تو رو نمیشناسه. میمدی چیکار میکردی؟ مثلا میرفتی تو خونه میگفتی که چی این دوربین مخفی میسازن به خواهرت. درسته. خواهرت میگفت من که چی مثلا اینا نگاه نمیکنم. بعد بهم گفتی آیدین مطمئنم تو رو نمیشناسه. میگفتم خب یه کار کن، بهش بگو که میخوای بری کامپیوترتو مثلا درست کنی، به خواهرت بگو که آقا برو فلان جا، من ماشین هماهنگ میکنم، فلان ماشین میاد تو رو میگیره، تو رو میبره کامپیوتری. اون ماشین کی بود؟ من بودم. اون ماشین شما بودید. من سوژا رو میشناختم. درسته. من سوالی که برام پیش می اومد این بود که همه بالاخره آقای آیدین زواری رو میشناسن. چطور میشه که پس یه هماهنگی پشت این کار وجود داره؟ دقیقاً. که الان فرمودید که چجوری بود؟ من سوژا رو میشناختم و اگر من میومدم هماهنگ میکردم، ببین اکت ها نشون میده این هماهنگه. دقیقاً. و مخاطب به راحتی متوجه میشه و دیگه از اون قالب دوربین مخفی خارج میشه و آفرین. آره فقط به شکل طنز در میاد. الان من تو ماشینیا رو دارم حذف میکنم، دیگه نمیسازم. چرا؟ من قبلا میترسیدم. بعد از 300 تا ویدیو توی ماشینی من ترس و وحشتم ریخته. بازیم الان بد شده توی ماشینی. چرا؟ وقتی مسافر میشینه انقدر من اینو ضبط کردم دیگه هیچ استرسی ندارم، میدونم چی میخوام بهش بگم. برای همین بیننده فکر میکنه هماهنگه. یه پرانتز، آیا دوربینی که جلوی ماشین گذاشتی دیده نمیشه؟ نه دیگه، یک آینه دیدی توی بازجویی‌ها اون بر طرف تو رو نمیبینه ولی تو میبینیش. پس به این شکله. آفرین. انقدر من اینو تکرار کردم و این خیلی اتفاق بدی و الان دارم عوضش میکنم و تو ماشینو دارم. ببین من دوربین مخفی آوردم دیگه، یه دونه ترسناک تو ماشینی. ترسناک که حذف شد دیگه نمیشه ساخت، جمهوری اسلامی نمیذاره. تو ماشینی هم که اون باد معده و اینا بود که الان دیگه اونم دارم میبرم و میخوام یه فرمت دیگه بیارم. که من یه فرمت آورده بودم زمان 3 سال پیش که الان بچه‌ها میگن که اونم من آوردم، همه از من دارن ایسکا میکنن که با خانواده شوخی میکردیم. من مارمولک مینداختم رو مامانم، نمیدونم. الان تینیجرها دارن اینو تازه درست میکنن. دقیقاً. و پر شده در فضای مجازی. اینم من دقیقاً همه رو و اینا میتونید تو تاریخ یوتیوب برین ویدیوهای پایین نگاه بکنید، مال 4 سال پیشه مثلا. و این حرف منو قشنگ شما ثابت شده است. اونم دارم میبرم چون من انقدر اینو تکرار کردم، برای همین بازیم اینقدر دیگه رله شده. همین چقدر راحتین صحبت اینجوری صحبت، ولی قبلا چجوری صحبت میکردم؟ با ترس و لرز. طبیعی بود. الان بازی من داره خرابش میکنه. ببین علنا دارم میگم دیگه. و برای همین دیگه باید برم دنبال یه فرمت دیگه که بتونم اون بازی در بیاد و بتونم خودم با یکم ترس و وحشت بسازمش که طبیعی در بیاد. چون وقتی که شما توی کار اون قبحش برات چیز بشه، خراب بشه، بریزه، دیگه خوب در نمیاد. آقای زواری، به نظر خودتون ترسناکترین ویدیویی که درست کردید که اصلا موجب شده که اتفاقای ناگواری هم پیش بیاد، خیلی برامون بگید. خیلی جذابه. آره. یه دونه دوربین مخفی پاراگلایدر، یه دونه آره دیدمش، واقعا ترسناک بود. دقیقاً. یه دونه سقوط هواپیما دیدی؟ بله اونم دیدم که میاد خلبان مریض میشه، انگار بیهوش میشه، مسافرش میترسه. من حالا فکر کردم این ویدیو واقعا هماهنگ شده است، چون واقعا ویدیوی ترسناکیه و یه حالت ریسک داره. آفرین. این ویدیوها ویدیویی بود که من خب میساختم، فتا نبود، هیچ کس نبود به من گیر بده، من هر کاری میکردم، ولی با برنامه آمبولانس هماهنگ بود. چون من اومده بودم یاد گرفته بودم از رضا رشیدپور، احسان علی خانی، آقا تو میخوای یه برنامه رو بسازی باید فرمت درست باشه. این که همینجوری یه گوشی بگیری بری یکی رو بترسی نمیشه. نه که میشه مثلا این دوستانی که کیک میزدن تو صورت یه نفر رو، یه نفرم بود نمیدونم آخوخ میکرد تو گوشی یه نفر، اینا همه رو خب گرفتن. ببین اینا جاهای بد کار بود که همه رو میگرفتن، منم باهاشون میگرفتن، میگفتن آیدین غولشونه، اینو بذار اینجوریش کنیم اینا بترسن.
که من گفتم آقا جان مادرتون نکنین این کارو، داره برای من بد میشه. بازخورد مردم چجوری بود؟ هیچی دیگه، همین میافتاد گردن من دیگه. طرف میرفت یه نفر رو فلان میکرد، بیهوش میشد میافتاد گردن من، میرفت تو دادگاه میگفت من از آیدین زواری تقلید کردم. ای بابا آره دیگه دقیقاً. حالا دوربین مخفی پاراگلایدر بهت بگم، ما آمبولانس اینا همه چی هماهنگ و این بنده خدا میومدن برای لذت پرواز. ببین یه چیز بهت بگم، من نمیتونم بچه تو اینستاگرام بخوام پشت صحنه نشون بدم. مثلا شما میای یه دوربین مخفی هم میبینی هواپیما، بله، یهو میبینی که طرف نشسته، خلبان هم نشسته، پیش خود اینجور کنیم چی شد؟ خب این قبلش فلان. خب بابا بچه فرمت اینستاگرام شماها به من میگین که خب چرا نشون نمیدی چی جوری مثلا مسافر اومده؟ همین سوالی که شما میپرسین اگه من بیام هماهنگیشو نشون بدم که آقا ما هماهنگ کردیم مسافر چی جوری اومده، حوصلتون نمیگیره، نگاه نمیکنی، میزنین جلو. من اینو میدونم. ولی آفرین، من میام کجا نشون میدم ویدیو رو؟ اجایی که مسافر کنار خلبان نشسته و دارم این رو هوا، که شما درجا بره سر اصل مطلب، حوصلت سر نره. فرمت اینستاگرام اینجوریه، درجا شما باید بری سر اصل مطلب. بله. غیر از این که نیست که. بدترینش سقوط هواپیما پاراگلایدر که خلبان و فرودگاه پیامو 6 ماه ممنوع کردن. حدس می‌زدم که این دوتا باشه. خلبان اخراج شد، پروانه پروازشو باطل کردن، خانومش داشت ازش جدا میشد و اسم خلبان یادم رفت، این اسم خلبان چی؟ آره آقای ایمانی اسمش یادم رفت، حسام ایمانی که تازه نامزد کرده بود، درآمدشون کار بود و 6 ماه از کار بیکار شد. خانومش من زنگ زد که من میخوام به خاطر تو ازش طلاق بگیرم. بودم به خدا وای پس چه مشکلاتی اصلا بدبخت شدیم، اینجوری بهت بگم بدبخت شدیم. هواپیما صاحبش به من زنگ زد آقا اون صحنه که خلبان بیوش میشه، نوک هواپیما اومد پایین، هواپیما روغن داد، باید به من 1 میلیارد خسارت بدی. و بدبخت شدم من سر چی کار کردی؟ چجوری؟ بعد از 4 سالا اینو بهت بگم، بعد 3 سال که فتا اومد به خاطر اون ویدیو من دادگاهی شدم، زندان رفتم 2 ماه. گفتم آقا من مجوز داشتم. گفت نه رعب و وحشت تو ایجاد کردی. گفتم بابا مال 3 سال پیشه. گفت نه ما نمیدونیم دیگه، تازه ما دیدیم. منظورم حواستون باشه هر کاری میکنین بچه‌ها میدونن، الان گیر نمیافتی 2 ماه 3 ماه 1 سال بعد بچه‌ها گیر میافتین. پس دوربین مخفی خرکی نسازین. رک بگم زشت این حرفی که میزنم، میفته گردن من بدبخت. پس نرین همینجوری یکی رو بترسونین، یکی رو له کنین، یکی رو فلان کنین، میفته گردن من، شما هم که بدبختتون میکنم. پس دوربین مخفی بچه‌ها اولش که الان ممنوع شده، باید مجوز بگیری و هر کاری هم دیگه نمیتونی بکنی. اگر بسازی یه اتفاقی برای یکی بیفته بدبختتون میکنن. آقای زواری شما 4 ساله دارید دوربین مخفی کار میکنید. به نظرتون چی شد که اینقدر هر روز دارید مخاطب و بیشتر جذب کاراتون میکنید؟ ببینید سوال خیلی مهمیه که پرسیدی از من و اینکه ببین البته خودم اینو خیلی نگرانشم و الان خودم دارم میگم الان وقت تغییره. من 4 سال توانستم مخاطب رو نگه دارم، مخاطب منو دید. بله. ولی الان وقت تغییره. بله. من تا جایی که تونستم در اینستاگرام، خب تا این 1 سالی که ممنوع کار بودم در اینستاگرام تا مجوزم بیاد پروانه ساخت بیاد و من الان دیگه پروانه ساخت میگیرم، یعنی فراتر از مجوز. دیگه دارم کارهای حرفه‌ای‌تر میخوام در آینده انجام بدم. شاید سوالت این باشه که آفرین. آره برنامه‌تون چیه در آینده؟ فقط میخواین دوربین مخفی رو ادامه بدید یا حالا کارهای دیگه‌ای هم میخواین انجام بدید؟ دقیقاً. ببین اول اینو بهت بگم که من 4 سال تونستم با ایده های جذاب خلاقانه در اینستاگرام، البته نه تنها یه تیم، دوربین مخفی هایی بسازم که فرق بکنه و در اینستاگرام به یاد بمونه. بله. و یوتیوب بعد شاید خیلی ها بگن که آقا تو فقط توی ماشین. بچه یوتیوب و این خیلی مهمه. یوتیوب چون شما در ماه باید 15 تا ویدیو بدی، اگر ندی اصلا باید پاکش کنی یوتیوبو.
برای اینکه یوتیوب کار سخت ویدیو سخت دوربین مخفی دیگه ما اومدیم یه فرمتی رو انتخاب کردیم که بتونیم دائما بسازیم لوکیشن یکی باشه موضوعات فرق بکنه دوربین مخفی توی ماشین درسته و اینها اومد تو اینستاگرام پخش شد و چون ممنوع کار بودم و دوربین مخفی های اینستاگرامی دیگه کمتر می ساختم خب ممنوع کار بودم دیگه بیننده فکر کرد فقط من دوربین مخفی ماشینی می سازم و فقط همینه ولی الان که مجوز من اومده دیگه اینطور نیست دیگه الان تغییر میکنه و من به امید خدا دارم میرم وارد 5 سال میشم و الان میخوام تغییر بدم یعنی دیگه کارتون رو تغییر بدید یا دوربین مخفیاتون رو؟ نه دوربین مخفی رو تغییر بدم کار همونه ببین من هر زمانی حس بکنم یک نفری اومده دوربین مخفی میسازه بله. دوربین مخفی‌های تاثیرگذار بسازه و مطمئن باشم تمام فرمت‌ها رو داره رعایت میکنه و میتونه کاری که من میکنم انجام بده الان هستن ها بله. ولی مثلا میبینی سالی یه کارگردان یه دوربین مخفی میسازه اونو نمیگم یعنی اینکه بتونه فقط دوربین مخفی بسازه یه نفری به دوربین مخفی حرفه‌ای بسازه شاید الان به من بگن که آقا تو خب یه سال از این دوربین مخفی حرفه‌ای که دارم میگم مثلا از این موضوعات خفنه ها نساختی فلان ولی خب از الان میتونم ببینن از هفته بعد چه دوربین مخفی هم میاد بیرون درسته اونجوری بسازه شاید من برم سمت فیلم سازی چون فیلمم سریال یه 30 قسمت ساختم برای شبکه 1 ماه رمضان و آره فیلمم میسازم شاید برم فیلم سازی ولی تا کسی نیاید و من حس نکنم کسی که بخواد واقعا دوربین مخفی بسازه که حرفی برای گفتن یعنی یک چیزی یاد بده به مخاطب از اینها بتونه بسازه من شاید عوض کنم ولی تا کسی نیاد نه من هستم و میسازم ویدیوهای تاثیرگذار آره و ادامه خواهد داشت و همین دیگه حالا بریم سراغ بخیه‌ای که بالای ابروتون خورده جریانش چیه این بخیه معلومه میبینین اگه دیدین کاملا کامنت مشخصه هر کی اگه دیده کامنت بزن این بخیه سر ویدیو بودیم بعد از این یوتیوبیا بود ما به سوژه گفتیم دوربین مخفی خندید ولی یهو انگاری یهو عصبانی شوک بعدی گوشیشو پرت کرد گوشی رو پرت کرد به سمت شما دقیقاً شاید فاصله هم نزدیک بود دیگه فکر من کنارش نشستم اینجوری زد خورد بالا پلکم ترکید وای پس کارتون خیلی سخته آره کار خودش سخت هم داره آره و خطرناک و بهش گفتم تو من بهت گفتم دوربین مخفی خندیدی که گفت من متاسفانه مشکل اعصاب روان دارم یهو آره منو گرفت و نفهمیدم زدمت دیگه چند تا از این آدم طالب پستتون خورده خیلی زیاد داشتیم پس زیاد صدمه دیدیم زیاد و دیگه انشالله که این اتفاقات نیفته دیگه چون مواظب باشین آقای زواری یه سوالی که برای همه پیش میاد اینه که چطور میشه که دوربین مخفی‌های شما در یه لوکیشن در یه موقعیت یه محتوا تقریبا همشون داره اونایی که داخل ماشینه ولی چی باعث میشه که انقدر مخاطب اینا رو دنبال کنه و بار 200مین بار هم به اینا بخنده دقیقاً همینه ببین یه چیزی خیلی مهمه تو برنامه سازی اینکه نوآوری وقتی شما میای یک برنامه ای رو درست میکنی که کسی درست نکرده درسته مثل این که یک لباسی رو شما خیسه شستیش اینو میچلونی اینقدر اینو ببین اینقدر جا داره شاید این چلوندنه 2 سال طول بکشه و ازش 200-300 تا قطره بریزه ولی تموم میشه دیگه خشک میشه این کار من هم چون جدید بود و ما همچین چیزی نداشتیم مخصوصا اون صدای که همه میدونن درسته اینقدر این جالب بود خنده‌دار بود هی درخواست میشد و شاید من 200 داشت همه شکل همه فقط آدما فرق میکنن دقیقاً آره آفرین همه برمیگرده آفرین برمیگرده به اون جدیده ولی الان اگه یه نفر دیگه بیاد به اون خلاقیته در واقع آفرین الان هزاران آدمم بیان باد مدره درست بکنن میگن از آیدین تقلید کردی و نگاهش نمیشه تمام شده
جدید بودنه باعث میشه. وقتی چیزی که جدیده، برنامه جدیده، الان مثل این برنامه 0 تا 100 بله. شما میتونی 50,000 قسمت بری، چی تغییر میکنه؟ آدمش فقط تغییر میکنه دیگه. بله. تا جایی که مثل خندوانه چند قسمت رفتن، تو نمیدونم 4,000 1000 قسمت. آره. ولی الان دیگه خندوانه رو نمیبینن. رک بگیم دیگه، ران با جوانم جمعش کرد برنامه رو. الان دیگه آخریا فکر نمی‌کنم مثلا به 100,000 مخاطبم میرسید خندوانه. من دوستای من اونجا هستن. بله. جمعش کردن. ببین دیگه اون چلونده شد، نوآوری بود خندوانه، تموم شد. الان هر چی هم بیان دیگه نگاش نمی‌کنم، مگر اینکه تو خندوانه یه چیز جدید بیاد و تو دوباره یک لباسی که خیسش کردی حالا دوباره ما بچلونی. منم همینم. الان من آیدین زواری تو ماشینم و اگر دوباره خلاق نباشم، تغییرش ندم، دیگه این تموم شده است. باید تغییر بکنه. دوباره شما ایدت نو میشه، خیس میشه، حالا میری برای چلوندنش. تا جایی که جا داره شما اینو میچلونی و تا دوباره تمامش. اینه. پس در واقع هیچ نوآوری. چلوندن شما تمام نمیشه. آره، ولی الان چرا دیگه؟ الان دارم تغییرش میدم و جوابشو بخوام بهت بدم کلیت، نوآوری و خلاقیت. تمام. داشت زنگ زحمت میکشه عقب بشینین دوست من نگر داری؟ بنده خدا بدنش مشکل داری وقت میفته فدای جان. با دست نگرش فقط نیفته سر پیش دست درم. آقای فرنام خان، من یه سوال از شما دارم. مگه نگفتم جسدو میدی من ببرم تو گوشش توی دماغش پنبه بذار؟ بابا گن زد به ماشین من. پنبه بذارین دیگه، 10 بار که نبود بگم چقدر مگه به من میدی؟ یعنی چی رئیس گیری داده؟ من مسافر میزنم؟ مگه چقدر به من پول میدین شما؟ اولش که برو برای من دستکش بخر. من با دست لخت این جسد و سوار ماشین کردم، دستکش این لنگش پاره شده. کثافت. تو خیلی غلط کردی. میگم این هست کسی هست اینو بگیره الان تو سردخونه؟ آره عقب نداشت. آقا باشتا! شما آقا بی مفیر شوخی سودمه. آقای زواری، ما توی برنامه‌مون از همه مهمونامون میخوایم که از عدد 1 تا 10 یکیشو انتخاب کنن. شما چه عددی رو انتخاب میکنید؟ عدد بذار من بهت بگم. عدد 2. 2؟ نمیشه بالاتر برید؟ نه 2 اصلا جا نداره؟ نه. آقای زواری، ما تو برنامه‌مون یه قرعه کشی داریم. کسایی که انتخاب میشن تو این قرعه کشی، اون عددی که شما گفتید عدد 3 بود، درسته؟ 2. عدد 3 بود. 2 بود. عوضش کردید؟ نه 2 بود. والا 2 بود. 2 بود. باشه بسیار خوب. عدد 2 به قید قرعه شما باید به 2 نفر آموزش بدید. باشه. آموزش دوربین مخفی یا بله، آموزش همون دوربین مخفی. خب من نظر میدم آموزش فضای مجازی رو بدیم مثلا، یعنی آموزش چی بیزش میگم، آموزش واینری بدیم. حالا شاید دوربین مخفی دوست نداشته باشه، یه نفر دوست داشته باشه نمیدونم مدل بشه، آموزش بدیم که مثلا اون بگه آقا من تو این زمینه دوست دارم ویدیو طنز بسازم، من تو همه رو بلدم، من میام بهش آموزش میدم که تو اون رشته‌ای که دوست داره چجوری فالوور گیری بکنه و چه کارهایی انجام بده و موفق بشه. پس شما انجام میدید؟ 100%. راضیید از انتخابتون؟ بله. آقای زواری، حرف آخرتون؟ حرف آخر این که ایشالله هم موفق باشن، ایشالله که هموطنان هم همیشه سلامت باشن، انشالله جیبشون پر از پول باشه، بعد بنزین گرون نشه، بعد ماشین آزاد بشه، البته آزاد میشه قیمتش مناسب باشه، بتونن همه قشر بخرن، همه خونه دار بشن، پدر مادرتون همیشه سلامت باشن، پدر مادر ما. چه حرف آخر قشنگی. دقیقاً. دیگه اینکه اونایی که ازدواج میکنن موفق باشن، بچه دار بشن، همه طعم پدر مادری رو بچشن. دیگه نمیدونم هر کی هر آرزویی داره از خدا برآورده کنه. دیگه اینکه توکل کنین به خدا، هر آن چیزی که میخواهید از خدا بخواهید، در هر دین و مذهبی که هستین خدا یکیست و از خدا بخواین، حتما دلتون صاف و فقط از خدا بخواین. موفق باشید. انشالله. خدا نگهدار.
امیدوارم که از برنامه لذت برده باشید. منتظر قسمت‌های بعدی هم باشید. به امید دیدار. خدا نگهدار.